مقامات امور داخلی تاجیکستان علیه برادر و خواهر و وکیل دفاعی ادوکات زندانی بزرگمهر یاروف پرونده جنایی باز کردند. بنا به این پرونده جمشید و خاصیت یاروف‌ها و معظمه قادرова بر اساس ماده 307 کادکس جنایی تاجیکستان یعنی دعوت عاموی برای با راه زورآوری تغییر دادن ساخت کنستیتوسیونی متهم می‌شوند. این سه نفر فعلا در خارج از کشور به سر میبرند. نزدیکان جمشید و خاصیت در صحبت با رادیو آزادی گفتند که مسئولان ریاست مبارزه با جنایت‌های سازمان یافته وزارت امور داخلی 3 روز پیش از وجود این پرونده آنها را خبردار کردند. زرینه نبی و همسر بزرگمهر یاروف روز 30 می به رادیو آزادی گفت: ما برآمدم با بیانات نوشتم. لیکن منم بیانات نوشتم که من یکون چه آگاهی نیستم. در اینترنت که من در تماس نیستم. یکون و خودشت مینویسه پدرم نه فلان منافع شد نشد. دیگه درباره یکون چیز دیگه نمیپرسم. گفتم من خبرم ندارم. اكو جمشید عمیق میدونم. درباره معظمه هم گفت بود، درباره خودشت هم بود. گو اما ادوکات هم خیلی وای موندگیان، کاتیا موندگیان. بعد اون خودشت پرسیدم، خودشت هم دم رسمو تون کدوم وای بوده. جمعیت بوده چی بوده همه یک جوره بوده. اما عمر جان امام علی سخنگوی وزارت کارهای داخلی تاجیکستان میگوید که درباره دعوت شدن نزدیکان یاروف‌ها خبر ندارد و در عین زمان افزود مفتشان وزارت کارهای داخلی پرونده باز نمی‌کنند بلکه سنجش می‌گذرانند. در ریاضیاتی در پرکتور گینالی میکنن. در پرکتور اگر پرونده را شده باشه ممکن در پرکتور گینالی کنه. یکی خیلی گپ شد نیستن که تفسیر پرکتور دارن. برای اگر نیک شما برای یا میتونن فقط کمک کنن برای مواد جمع آوردن با پرکتور پیشنهاد کردن. و میتونن برای آغاز کنن که در ریاضیاتی با اینو در یا کمکی نکنه. جمشید و خاصیت یاروف‌ها از باز شدن پرونده نسبت به آنها در شبکه‌های اجتماعی خبر دادند. جمشید یاروف روز 30 می در یک پاسخ خطی گفت که دلیل باز شدن این پرونده چند اظهار نظر در فیسبوک بوده است و افزود از جمله نوشته است که از دوستان و هموطنانش در هجرت خواسته بوده است که امکانیت داشته باشند و ضرور شمارند روی خط فرزندان و خویش و اقربای آنها را که حکومت تایستان چون گروگان نگاه می داشته است روان نمایند. نزدیکان جمشید یاروف میگویند نسبت به او شعبه امور داخلی ناحیه وحدت هنوز یک ماه قبل تفتیشات را آغاز کرده بود. جمشید یاروف وکیل دفاع محمد علی حید معاون زندانی رهبر حزب ممنوع نهضت اسلامی و برادر بزرگمهر یاروف ماه آگوست سال گذشته حبس شده دیرتر بر اساس قانون عفو آزاد گردید. خاصیت یاروف نیز گفت مفتشان ریاست مبارزه با جنایت‌های سازمان یافته وزارت کارهای داخلی به نزدیکانشان هشدار دادند که در صورت نوشتن اظهار نظر در شبکه‌های اجتماعی آنها را دوباره دعوت خواهند کرد. خاصیت یاروف میگوید نسبت به معظمه قادرova و وکیل دفاع بزرگمهر یاروف در میانه ماه اپریل امسال با ماده 307 کادکس جنایی پرونده باز شده است. وی گفت معظمه قادرova گفته است که مقامات به نزد مادرش رفته و پرسیدند که او در کجاست و آیا تماس میگیرد یا نه. آنها گفتند نسبت به او پرونده باز کرده شده است. معظمه قادرova وکیل دفاعی که تا آغاز ماه ینور امسال از حقوق ادوکات زندانی بزرگمهر یاروف حمایت میکرد مجبور شده است از آلمان درخواست پناهندگی سیاسی کند و دلیل این هم به قبل او فشار در رابطه با پرونده یاروف بوده است. وکیل دفاعی بزرگمهر یاروف در پی 2 حکم دادگاه در ماه اکتبر سال 2016 و ماه مارس سال 2017 در مجموع به 25 سال زندان محکوم شده است. حالا او برای قلابی و تحقیر پرزیدنت تاجیکستان نیز متهم شده پروندهش برای بررسی و دادگاه فرستاده شده است.